این باشگاه یک از بهترین باشگاه ها می باشه در فنلند. شاید اگر که فکر کنیم اگر اول نباشد دوم رو از آن خود میکنه. قیمتش هست 49 یورو. نمیخوایم از تبلیغ کنم. نگم یکی از بهترین باشگاه ها هست. سیمکش ها جور طور ساخته شده که واقعا هر چقدر وزن بگذاری توانش داره. یعنی بهترین باشگاه است. 144 کیلو وزن داره. تنها کسی که وزن ها رو میزنه یک رفیقم است، آقای رضا شیردل. اینا این وزن ها رو بیشتر میزنه. ماشاءالله زندگی سرش باشه. باور کنید پارسال در آغاز سال سوم سال میلادی، یعنی سوم برج یک سال میلادی شروع کردیم. 113 کیلو وزن داشت. وقتی 90 روز گذشت 87 کیلو شد. بعد از او زمانی که 6 ماه گذشت 81 بین 82 کیلو شد. فعلا 13 یا 14 ماه میشه که همراه ما کار میکنه. ما سر 80 یا 81 رو استاده کردیم. زندگی گاهی طور پیش میره که شما میخواهید. مهم میه که دست کاربلد باشه. خب گاهی برای بعضی ها بدنهای میسازیم که واقعا لذت میبره. لذت کار به همیه که واقعا ما میتونیم که بدنهای خوب بسازیم. خانم هایی هستن که از کار ما خیلی راضیه، برایشان بدن ایدئالشان میسازیم. ما نمیتونیم بگیم که ما میسازیم، نه، شما میخواهید ما همراه شما میسازیم. یعنی ما وقتی که دست به دست میکنیم میسازیم. بریم 4 تا حرکت پای هم برای خانم‌ها نشان بدیم که چطور خانم‌ها هم بتونه در این ویدیو اشتراک کنن. در آغاز میاییم از دستگاه اسمیت شروع میکنیم. یکی از سخت‌ترین دستگاه‌های بدنسازی. بسیار من دوست دارم این دستگاه را، به خاطر که میتونم چندین حرکت را با این انجام بدم. شما میتونید که سینه را 10 رقم تمرین کنید، شما میتونید که شانه را چند رقم تمرین کنید. میخوایم یک دونه حرکت برای اونای بزنم که شانهشون درد میکنه. در آغاز فیزیوتراپی هسته، هایپرتراپی هسته، یا که نمیتونه که با دیگر دستگاه ها بزنه. من میخوایم که برایتون نشان بدم. در آغاز شما اگر میز را بلند کنید یک خورده بلندتر، اگر بالای شانهتان خالیه یک خورده میزتان را بشکنانید. در این حالت میز را تنظیم میکنیم برای شانه. خب فعلا برای اشخاص نرمال است، کسایی که شانهش درد نمیکنه، واقعا تمرین میتونه با ما باشید. اگر شما شانهتون درد میکنه نمیتونید که میله رو بلند کنید، دمبل بلند کردن خیلی برایتون سخت میباشه. خب من برای شما راهکارش یاد میدم. اگر بالانس اسمیت شما یا تعادل اسمیت شما به هم نمیخوره، دستگاه اسمیت، شما یک دونه جیر بگیرین به این قسمت بگذارین که جیر بتونه یا همون کش بتونه وزن اضافه خود را کم کنه. من دیگر نمیخوایم که دو طرف هم یک جیر بمانم، در این طرف هم بمانم، به خاطر که دستگاه ما بالانسش خراب نمیشه، بالانسش کاملا میمونه. خب بریم داخل امتحان کنیم. فعلا دستگاه هیچ وزنی نداره، در روی سینه خودش استاده میشه. من تنها کار که میکنم این رو بلند میکنم. در این حالت خصوصا اونایی که شانهشون درد میکنه میتونن که همچین جیری استفاده کنن در آغاز، ولی اگر شانه درد نمیکنه شروع میکنیم به زدن آتش بازی. همیشه در آغاز خوب است که شما از وزنهای خالی، مثلا هالتر خالی یا که دمبل بسیار سبک استفاده کنیم برای گرم کردن، که همون قسمت بدن که میخواین روی از او تعادل برقرار کنید و بعد از او شما میتونید که وزن بسیار زیاد هم بگذارید. مهم نیست، به خاطر که بدن شما آماده است. شروع میکنیم به گذاشتن یک وزن بسیار برابر و مناسب که من معمولا بین 35 تا 40 کیلو وزن میزنم، ولی امشب از 20 شروع میکنم.
20 کیلو خیلی کم بود، واقعا هیچ چیزی نشد. فعلا میخوایم که یک 20 دیگه هم روش بگذاره بیشتر گرم به. تنها چیزی که از این باشگاه خوشم میاد، از دیسکاهش خوشم میاد. بسیار دیسگاه های خوبی داره، خیلی خوب داره. یعنی خوشت میاد که اینجا تمرین کنی با این دیسگاه ها. تمام دیسگاه ها نوه، خیلی برتره. خیلی مهم است که وسایل باشگاهتان تکمیل باشه، مثل دستبند، مجبند، کمربند. واقعا واجبیه شما باید از خود داشته باشین اگر میخواین که واقعا سلامت بمانید. باید اینا رو داشته باشین. در غیر از او واقعا هر روز شما میتونید به خودتان صدمه بزنین. میریم سرکشی مرکشی اراضی مرازی ها. خب ببندیم اینو. یا الله. گاهی وقت که تمرین شروع میکنم، خصوصا نزدیک مسابقه، خیلی خسته میشم. مثلا تمرین ها ثقیل میشه، مسابقات هم سنگین است. گاهی یک چیز همیشه در یادم است، در آغاز هر تمرین آیت الکرسی را حفظ کنید. خوب است ایمان داشته باشین در این چیزا. من واقعا خودم کمک بکنه. همیشه الله لا اله الا الله الحی القیوم تا آخر من میخوانم میره. با این جمله من تمرین شروع میکنم جنگی. Come on. Up. 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 حالا در وقت شب یک 10 کیلویی هم در روش میمانیم ببینیم چی میشه. یعنی 50 کیلو. در بدنسازی خیلی مهم است که شما هر وسایلی که استفاده میکنین باید ببرین سر جای خودش بگذارین. ادب بدنسازی کدام شاه خودم دیگه نداره. تنها ادبش همینه که شما باید همه وسایل‌ها را از هر جایی که میگیرین پس سر جایش بگذارین. به خاطر که شما استفاده میکنین، بعد استفاده کردن یک خانم شما سنگین میذارین، خانم دیگه بلند کردن نمیتونه. واقعا احترام همدیگر در باشگاه داشته باشیم، خیلی خوب است. میخوایم در مورد دیسگاه ماسنت. این دیسگاه دو حالت داره. حالت اولش من میخوایم شروع کنم که دیسگاه آماده هست. یک خورده ایر جلوتر میمانم به خاطر که شاهزاده قدش خیلی دراز است. در این دیسگاه ها واقعا بگویم که فنلندی ها خیلی قدشان بلند است. اینقدر قدشان بلند است که بعضی دیسگاه ها برای ما آسایی اصلا میزان نمیشه. یا خیر این دیسگاه ها تاریخش درشت چی بگم. خب اگر واقعا قدتان مثل ما 162 سانتی هست، برای شما یکم سخت است که دیسگاه ها را پای خود یک زاویه 90 درجه تشکیل بدین. باید تحمل کنین که یک قسمت در ساق پای شما کمی بخوره، کمی درد بکنین، توپ شما جور میشه. هدف روی توپ است. زمانی که یه حرکت میزنین برای آقایان خوب است که بچسبه، ولی بعضی خانم ها اصلا بازن در دو تقسیم میکنن، قسمت بالایی و قسمت پایینی. اونایی که قسمت بالایی رو میزنن دقیقاً گاهی وقت در این حالت میشینن، شاید یک کم بیشتر بگیره
ولی روی کمرشان فشار میآید. اگر شما بخواین که در این حالت بزنین، یک کمی وزن بیشتر کنین، روی شما بیشتر فشار میآید. دقیقاً در این حالت با تمرکز خیلی دقت کنین کمرتون از پایین تا بالا بچسبه که کمر درد نشوید. یک حالت دومش شروع میکنیم از سمت بیرون به داخل بیاید. او را همچنین باید پشت شما کامل بچسبه. مهم است که زاویه 90 درجه تشکیل شود که خیاطه بیشتر کار کنه. هدف روی خیاطه. اگر شما نمیخواین خیاطه درست شود، کدام جای دیگه جور شود، در اون حالت شما میتونید کمی پیش برین، بهتر میشه شاید. خب یک کمی بیشتر باز میکنم دستگاه را، به خاطر که زود پایم سر جای خود میخوره. یه هم هزی دستگاه میخوام که برم در دستگاه پرس پای، خطرناکترین و سنگینترین دستگاه. چند حالتش میگم، باور کو هیچ کس تا امروز برات از این گپ نزده، ولی این راز دست خودم هست. شما میتونین به این گوش کنید. این دستگاه رو شما میتونین که به چند حالت بزنین. تا امروز هیچ کس میز پشت سر برای شما توضیح نداده. واقعا میخوام که این حرکت و این کار برای شما واقعا توضیح بدیم. اگر میز در این حالت پایین باشه، خوبه که شما پشت پای بزنین. چرا؟ به خاطر که زمانی که پای خوب بالا میگیره پشت پای میزنین، زمانی که شما پشت پای میزنین، زانوی شما که پایین میاد، سری روی سینه شما میچسبه، سری میچسبه. پس اگر میز خیلی بالا باشه، او زمان دامن حرکت خیلی کوتاه میشه. شما هیچگاه نمیتونین که زانوی خود تا حد پایین کنین. سری دامن حرکت تمام میشه، حرکت نیمه کاره میمونه. این یک حالت دومی، اگر میز شما میز پشت سر بالا باشد، اگر این بالا باشد، شما او زمان جلو پا کار میکنین. خب این نیاز نیست که زانوی شما بچسبه. اگر زانوی شما بچسبه، حتما پاشنه پای شما بلند میشه. خب شما میتونین یک کار کنین، خودتان کم بلند کنین، بیشتر بلند کنین از روی میز. زمانی که شما بلند میکنین، تعادل شما روی پاشنه پای بیشتر میشه. او زمان جلوی پای، قسمت بیرونی بیشتر کار میکنه. دقیقاً همون من میخوایم در این حرکت. خیلی مهم است که زانوی شما در این حالت راست نباشه. در این حالت که باشه، واقعا هیچگاه زانو درد نمیشین. مهم است که شما که پایین میایین، وقتی بالا میکنین، متوجه باشین که زانوی شما راست نشوه. اگر واقعا وزن سنگین باشه، در این حالت راست باشه، کوچکترین اشتباه زانوی شما رو میشکنه، زانوی شما دفنا میره. خیلی دقت کنین که ایرا به یاد داشته باشین. اگر پاشنه پای شما بلند شد، زودتر قسمت پای شما را، مفصل بجولک پای زودتر اوار میشه، زودتر شفاخانه میرین. اینا نکاتی است که واقعا هیچ کس برای شما نمیگه، ولی من میخوایم که صادقانه گفتم در استوریا که من میخوایم که از باشگاه از تمام وسایل برای شما فیلم بگیرم. حرکت بعدی میخوایم که حرکت پشت پا باشه. نگاه کنین، خیلی مهم است که این قسمت پشتی برابر باشه. خیلی هم میپرسن که زانو چی حد پیش باشه یا پس باشه. اگر شما زانوی شما چند سانتی از این میز رد باشه، اون موقع دامن حرکت بیشتر باز میشه. زانوی شما میتونه که بیشتر باز بسته شه. یک چیز همیشه روی از این خیلی حساس باشین که این بسته باشه، که زانوی شما پایین بالا نشوه. اگر پایین بالا شد، شما هیچ وقت پشت پا نمیتونین کار کنین. حالت دیگهش، سه حالت مهم طلاییش در چیه؟
اگر پای شما باز باشه ممکنه که کمتر بگیره. به این گونه اگر پاهای شما باز باشه پشتی پای شما کمتر میگیره، واقعا زیاد اثر نمیمونه. اگر شما پای خود جمع کنین به این حالت شما میتونین خیاطه را خیلی پرورش بدین. خیاطه یکی از مهمترین عضله است که واقعا ساختش خیلی سخت است. اکثریت بچه ها خالیه، خودم هم خیاطیم خیلی ضعیفه. ما واقعا میخوایم که همیشه پای خود جمع بگیرم یا حرکت بزنم. دو حالت دیگهش، اگر شما وزن شما خیلی زیاد باشه، یعنی در اونجا وزن زیاد بار کنین، زیر زانو تقریبا 5 سانتی جلوتر از زانو میگیره. چرا؟ به خاطر که دامن حرکت نمیتونه زیاد باز بسته شود تا پایین دیگه جای نداره، به خاطر که وزن خیلی زیاده. شاید شما 2 الی 3 تکرار قشنگ بزنین، بعد از اون دیگه هیچ کنترل ندارین، هیچگاه تا آخر عقب رفتن نمیتونین. خب مهمترین کار، اگر وزن یک کمی کمتر کنین شما میتونین که از زانو رد کنین، دقیقاً به این قسمت میره که خیلی مهم است که این قسمتتان عضلش کلان باشه، قشنگتر میشه، پشت پای بیشتر ساخته میشه، چون دامن حرکت بیشتر باز بسته میشه، روی وزن بیشتر شما تمرکز داره. خوب پایین بالا ناگفته نماند، در تمام سفر در تمام راه هر نوع حرکت که میزنین پشت خوب بچسبانین که روی کمر شما زیاد فشار نیایه. حرکت جلو پا، جلو پا خوب است که هر چقدر زور دارین زورتان کامل استفاده کنین، به خاطر که هیچ جایتان اوگار نمیشه، هیچ جایتان اوگار نمیشه، بیشتر فشار روی جلو پا میاد. بعضی ها میپرسن که پاها زانو جمع باشه خوبه یا باز باشه خوبه. واقعا چهارراه اختیاریه، هیچ کدامش درست و غلط نیسته. هیچ کس نمیتونه که درست باشه یا این حالت غلط باشه. هیچ کدام درست غلط نداره. حالت درستش ایه که وزن برابر زورتان باشه که زمان بلند کردن به این حالت نشوید، به این حالت نشوید. اگر به این حالت شدین خب معمولا هیچ وقت جلو پا گرفته نمیشه. من همیشه روی بچه ها تاکید میکنم که وزن در حدی باشه که تکه های پایتان قشنگ پیدا شود در مرور زمان. هر چقدر که مثلا شما بتانید که روی ازی بیشتر دقت داشته باشین، این تکه ها بیشتر گرفته میشه. خیلی مهم است که دستای شما از اینجا محکم گرفته شود. گرفته که شد بازو زمان شما هیچ وقت باسنتان از روی میز بالا نمیشه. به این حالت تعادلتان تمام روی جلو پا می باشه.